شبی از شبها سلطان محمود دلش گرفته بود. خوابش نمی برد. به وزیر و محافظین گفت بیاین به صورت ناشناس وارد شهر بشیم و حال و هوای مردم شهرمون رو از نزدیک ببینیم. وقتی وارد شهر شدند متوجه شدند مردی کنار دیوار افتاده. ساعت هاست مرد فوت کرده. پادشاه دید مردی بی توجه از کنار جنازه رد شد. گفت این مرد همشهری شماست. مرد جواب داد این مرد فاسدترین و بدترین مرد این شهر بوده و هیچ منفعتی برای این مردم این شهر نداشته. خدا رو شکر که این مرد مرد. پادشاه، وزیر و محافظین جنازه مرد رو به منزلش رسوندن. وقتی زن در رو باز کرد شیون کرد. گفت خدا رحمتت کنه پاکترین بنده خدا. خدا رحمتت کنه صالح ترین مرد خدا. پادشاه با تعجب گفت مطمئنی همه حرفایی که داری میزنی در مورد همسرته؟ مردم این شهر چیزی غیر از این میگن. زن گفت میدونم. شوهر من قبل از این که به خونه بیاد به میخونه میرفت و یک عالمه شیشه شراب میخرید و به چاه میریخت و بعد از اون به خونه یک زن بدکاره میرفت و مقداری پول به اون میداد و میگفت این درآمد امشب توست. لطفاً در منزل تو به روی هیچ کسی باز نکن. من همیشه با شوهرم دعوا میکردم. نکن مرد، نکن. خودتو بین مردم این شهر خوار و خفیف و ذلیل نکن. اگر روزی خدایی نکرده بمیری بر سر مزارت که هیچ غسل و کفنت هم نخواهند کرد. و همسر من با خنده می گفت اگر روزی من بمیرم پادشاه و بزرگان این شهر بر من نماز می خوانند. سلطان محمود به یک بار لرزید. به دیوار تکیه داد و اشک ریزان گفت به والله که من پادشاه این شهرم. فردای اون روز پادشاه، وزرا، محافظین، بزرگان، علمای شهر و جمع کثیری از مردم بر جنازه آن مرد نماز خواندند. پس بیایید برای همدیگر دعای خیر کنیم و همدیگر را قضاوت بیجا و نادرست نکنیم.